تمرین تکیه ها تمرین 23 مثلا 22 23 24 25 و 26. تکیه ها تو موسیقی ایرانی خیلی اهمیت داره و اینکه توی آوازها خیلی کاربرد داره. باید بتونیم خیلی صحیح و پرقدرت اجرا کنیمشون. نوت زینتایی که قبلا داشتیم از این به بعد به صورت یه دونه دایره کوچیک که همون علامت صفر نشون میده. خط دوم حالت اجراییش هست، خط اول حالت نوشتاری، یعنی اون دایره که گذاشته زیر نوت لا همیشه ما نوت بعدی رو اجرا میکنیم، یعنی میزنیم لا، نوت بعدیش سی. اون دایره مهم نیست کجا باشه، چون ممکنه بعضی جاها به صورت دست‌نویس نوشته بشه، خب یکم بالاتر پایین‌تر بره. مهم اینه که ما نوت بعدی رو اجرا کنیم. اگر روی سی هست میزنیم سی دو، اگر روی نوت دو هست میزنیم دو ره دو، اینجا خونده میشه ری می ره. همیشه سعی کنیم نوت بعدیش رو اجرا کنیم. آروم که بزنیم میشه لا سی لا، ولی نوت زینت رو ما تو کتاب اول اجرا کرده بودیم. روی نوت سی، روی نوت دو، ره، دو، سی. تمرین 23 رو اگه بخوایم بخونیم، سی باز اون دایره یا صفری که هست میشه نوت بعدیش، میشه سی دو لا، دو ره سی، ره می دو، دو ره سی، سی دو لا، دو ره سی، ره می دو، دو ره سی. با صورت پایین میشه ره می ره می، دو ره دو ره، سی دو سی دو، لا سی لا سی. حالا صورتی که میمونیم بالاتر میشه لا سی لا سی لا، سی دو سی دو سی، دو ره دو ره دو، ره می ره می ره. تمرین 26 گام سول بزرگ و بالات تکیه میزنه که سر هر نوت یه دونه نوت زینت یا تکیه داریم. خود گام بود سول